شاید من عزیزان من صاف باشیم که شاید سرطان آنکه خطرناک نه که احتیاط برای جامعه خطرناکه. سرطان انسان جسمانی آدم سرطانی مریض بیمارستان تا کبتا کسی کنجا کبتا الله الله کا، ولی آدمی که معتاد بوده پوله چی را کبتا گزه چی را کبتا الله الله خبر نداری. یه سرطان خیلی خطرناک تره، هم دینش بینبا، هم جسمش بینبا، هم دنیا خراب کن، هم حیا و غیرت و ننگ و عفتش گیر. لازم باز مواظب بین که میں بچک، میں جنک، میں جوان، جو گوان به نام احتیاط مکپید. اگر خدای نخواسته یکی گرفتار بوده باید موج دست یکی کنن. تو اگر یک محلی تا یک جوانی 2 نفر 1 نفر 3 نفر گرفتار بوده گرن دستش گرن، زاریش کنن، التماسش کنن، فضای نماز جوړ کنن، فضای دین جوړ کنن، فضای عرض کنین که حیا و ننگ جوړ کنن. تو یه زب بیدار بید بالاخره وارد شده، غفلت کرده، دوچاری گرفتاری بوده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرماید کو انصر اخاک ظالما او مظلوما، و تی براسا کمک کن، دستت گیر. اگر ظالمی هم دستت گیره، مظلومی هم دستت گیر. لحظه احتیاط جز لغویات